مردم تاجیک یا آریای نژاد گوییم از قدیم به آر و به ناموسند. همه مشکلات را پس سر میکنند و از بینوا گفتن شرم میدارند. مثلا من برای آنکه فرزندانم را بخوانانم که 5 فرزند من معلومات عالی دارد، مجبور شدم که ترک معلمی کنم. اکو باید شرم دارم برای وی که یا خیلی شمی یا راسته یا دروغه میگن تو توکلی. اکو دلش نمیشه که رو همسایش یا چیز طلبه یا دیگه کس رفته طلبه یا بیرین وکی من در چیز خرده همتر بی پلی و با پلی چی انا برای همین شرم دارم. من از این خاطر در پیشی او یار رفیقی یا که دوستم نمینولم که چون که او آورده من نمیتید، زیرا هم به همه ما معلوم است او ممکن از قفا پسخن زند، سرانو هیچ که نمیتید که هر کس باری زندگی خود را خودش میکشد. از اقتصادی درست هستن، کمبغل نیستن برای من دیگری به فکر من دارن. وضع اقتصاد نقص با سالهای پیش با سالهایی که من میدونم سالهای جنگ هیچی نبود چی نبود، همه چی هست. خودشون کار کن بخو بگرد. وضعیت من 100% نیست، نه با اون درجه که من از زندگی وای باشم، لیکن قوتم همین قدر میرسد. هر چقدر که وای میکنیم تو همین درجه صاحب شده ایستادیم. خیلی خوب میگی، بزه میگی. اما خوبه مکتوب هیچ وقت چی نمیکنیم، دعوا نمیکنیم. مثلا اگر نداشته باشیم دعوا میکنیم. سببش در کم داشتن دانش آنها هستند و شرم می‌دارن که دیگران ما را خوب قبول نمیکنن. در نزد دیگران شرم می‌دارن که مثلا اونا اویلای باورومندن، ما اویلای نوچیزیم، نهال خوردن در نزد آنها. ما شرم نمی‌دارم چون از اویلای بایون نیستم، خودم از اویلای همین کم بغلا هستیم که افتخار میکنیم که میخونم و زمینی به هیچ نگاه نمیکنم، با همه مشکلی‌ها کوشش میکنم به پیش حرکت کنم. از تاریخ میگوییم از دوره قدیم مردم همین تاجیک، مردم شریف تاجیک سربلند داریم. هیچگاه به همین تنقیسش هم باشد که وای گپ نمیزنه که تنقیس میکشیم ما. همین گپ است. اصلا این برام که همین خیلی منتالیته ما تاجیک همین خیشتگیه.